سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. من اومدم امروز با دستور راحت و خیلی دو سوته پیراشکی. امیدوارم که ببینید و لذت ببریم و برای عزیزانتون درست کنید. اول یک تخم مرغ میشکنید توی کاسه، بعد وانیل هم اضافه میکنیم. وانیل هم چسبیده تای کاسه اضافه میکنیم. بعد شکر هم اضافه میکنیم. 1/2 پیمانه شکر، وانیل 1 قاشق چای خوری. ببینین عزیزان، اینا پیمونه های من هستن. وقتی میگم 1 قاشق چای خوری یعنی این 1 تیسپون. بعد این 1/2، اینم 1/4 تیسپون، این قاشق چای خوری. پیمانه های ما اینه. سعی کنید که عزیزان با پیمانه های دقیق پیراشکیتون رو درست کنید. وقتی میگم یه دونه پیمانه آرد، یه دونه 1/2، یعنی یه دونه و 1/2، این دوتا میشه. اندازه رو اگه دقیق شما انجام بدین، پیراشکیتون خیلی عالی و خوب در میاد و با کیفیت. اگر اندازه ها کم و زیاد بشه، اون پیراشکی که شما میخواین و دوست دارین به دست نمیاد. بعد ماستم که 1 پیمانه، این پیمانه است. پیمانه شیرینی پذیر هستن. شروع میکنیم به زدن تخم مرغ و وانیل و شکر رو. انقدر میزنیم حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه، رنگش سفید بشه. همچنان هم میزنیم 1 دقیقه تا 2 دقیقه، به طوری که کشدار بشه مثل الان. ببینید به هم میشه. بعد 1 پیمونه ماست هم داشتیم، 1 پیمونه ماستمون هم اضافه میکنیم. دوباره هم میزنیم. این پیراشکی خیلی راحته، نه فر میخواد نه همزن میخواد، هیچی. فقط شما اندازه ها رو دقیق اجرا کنید، مطمئن باشین که پیراشکی خوبی بهتون میده. 1 پیمانه پگین پودر داشتیم، 1 قاشق مرباخوری پگین پودر داریم، اضافه میکنیم. قبل از اینکه آرد رو بخوایم الک کنیم، مخلوطش میکنیم با آرد. بعد آرد رو الک میکنیم رو مخلوط ماست و تخم مرغ و شکرمون و وانیلمون. من پگین پودرم قاطی کردم. پیراشکی پفکی خوشمزه که برای بچه ها و مدرسه بچه ها و اصله با چای خوردن، چایتون رو بخورید. پاییز، البته ایران، من جایی که هستم پاییز نیست، بهاره. عصرای پاییز با یه فنجون چای واقعا مزه میده این پیراشکی. ببینید یه دونه هایی میمونه تهش. من با پشت قاشق اینا رو از صافی رد میکنم. سعی میکنیم اینا رو مخلوط کنیم.
ببینین ماست و آرد و شکر و تخم مرغ و پکینگ پودر و وانیل رو ما مخلوط کردیم. یه مخلوطی اینجوری به دست میاد. ببینیم باید به همین شکل باشه، دقیقاً به همین شکل روون و سفت نباید باشه. روغن ریختیم توی ماهیتابه. باید از روغن فراوانی استفاده کنیم. نگران این روغن نباشیم. اگر روغن زیاد حرارت نبینه و نسوزه میتونید توی شیرینی‌های دیگه، کیک‌های دیگه‌تون یا پخت و پزتون استفاده کنید. نگران این موضوع نباشید. من روغن رو دارم میذارم داغ بشه. هر وقت که داغ بشه شروع میکنم به سرخ کردن پیراشکی. دوستان عزیز، هرچی هم که شما روغن بریزین پیراشکی اون اندازه که میخواد جذب میکنه. فکر نکنید اگه کم بریزین پیراشکی کمتر جذب میکنه. شما روغن به اندازه بریزین و زیر گاز حرارتش ملایم باشه، زیاد داغ نشه. 5-6 دقیقه بذارین داغ بشه کافیه. خب من فکر میکنم 5-6 دقیقه من شده و شروع میکنم میریزم توی ماهیتابه. فکر میکنم روغنم هنوز زیاد داغ نیست، باید این مقدار صبر کردم. با یه قاشق کمک میگیرم ازش. دوستان سعی کنید روغن زیاد داغ نباشه تا پیراشکیاتون مغز پخت بشه. یه دفعه سریع سرخ نشه و وسطش خام بمونه. من حرارت خیلی ملایم کردم که یواش یواش درست بشه و مغز پخت بشه. همینجوری من با قاشق ریختم، با پیمانم میتونیم بریزین. با قاشق ریختم داره سرخ میشه. ولی شما میتونید از پیمان بعضیش بزرگتر و بعضی کوچکتر شده، اشکال نداره. تو مزهش هیچ تأثیری نداره. همونجور خوشمزه و تازه و پیراشکی خیلی راحت و نه فر میخواد، نه همزن میخواد، نه قالبی میخواد، هیچی. واقعا راحته برای عصرونه هاتون عزیزان. پیراشکی من آماده است. من با خاک قند تزیینش کردم. شما میتونید با شکلات سفید، شکلات قهوه‌ای اینا رو تزیین کنید و میل بفرمایید. با یه چای داغ. اجازه بدین یکی شما بهتون نشون بدم بافتشو. ببینید چطور به خوشمزه صداش میاد. بخور نمیشه جون کنید. من که خیلی خوشمزه است. درست کنیم برای بچه‌های نازنینتون. جفای عصرونتون با چای بسیار خوشمزه و عالی میشه. روزگارتون خوش.